حجم رو در چی میبینید؟ اون حجمی که مثلا امروز ما توسط تلویزیون توسط وایها میبینیم، این حجم بجند حجم تماما جوابگو نیست. ما و شما که نسل نمایندگان نسل کلانتر هستیم، حجم نگاران واقعی و اصل رو به مثل عبیدالله رجب و مثل اوستا و مستا اصلا شاه رحمت الله و دیگرها، مثلا قیمتشو ایمتشویف در تئاتر و دیگران یاد داریم. کاتارسیس در تئاتر یک اصطلاح بسیار مهم است. اصلا اون رو ارسطو از تیپ گرفته است. بعضی ها تاثیر قلبی میگویند، نادرست است. پاکشوی قلبی است. بعضی بیماری های هست که انسان خودش از درونش کوشش میکند، خودش پاک میکند از همین مریضی، یعنی که خودش تبابت میکند. و مثلا کاتارسیس انا همین کار رو در صنعت میکنند. وقتی که شما یک چیز رو میبینید و میکنید، مثلا انا یک جرم یا یک چیزی چی میگن، یک بدی اجتماعی باشد، فرهنگی باشد، یک واقعه یا حادثه وای رو حجم میکنید، یعنی که باید نه تنها باعث خندیدن شما، خوشحالی شما شد، بلکه باعث آن گردد که شما از همین کار دست کشید. متاسفانه مثلا اون فحش دغلی که امروز در مثلا حجم استفاده می شود، اون چی گویم، اینا همش بر ضرر معنویات مردم هستند. و حتی بعضی ها مرا که شاید میبینن بعضا درباره تئاتر این چیزا گپ میزنن، و من میگن که آخه همین از براسی ثواب نخوان که همین حج باشد. یکتاش به من آمده گفتم من بازارم و یک همین و اونا رفتیم برای یک شوی همین مذهبی و اونجا همون زن رو دست میرسوند و گپ های فحش میگوید. من حتی میگوید بازارم طاقت کردن نتونستیم، برای اومدیم رفتیم از همون نمایش. یعنی که حج باید تا فحش برده نرسانید. یا مثلا رایکین رو ببینید یا مثلا نیکولین رو ببینید، در حجم حتی بسیار مسئله های سیاسی رو حجم میکنن، حل میکنن. امروز همین با فحش کشاندن آن و با سادگی گرفتن آن خیلی هم ذوق یک در رو پس کرده است، هم به معنویات مردم ما وای میرسد. حجم یعنی که مسخره، تنها مسخره کردن نیست، سبب های همون حادثه رو افشا کردن، عاقبت های اون رو نشان دادن و این چیزو مثلا نیست. مثل اونه که مثلا یکی از آخرین و برجسته ترین نماینده های حجم ما همین علاءالدین عبدالله زاده بود. و هر حال اون هم یک نوع در آخر گروید به همین چیز، اونه که هر حال کوشش کرد که همون رسالت حجم نشان دادن، تأثیر رساندن و اصلاح کردن است، نه اینکه مردم را سرگرم کردن. امروز هنر برای سرگرمی بیشتر کوشش کرده است. اینش بسیار خطرناک است و دردناک است. یعنی هنر برای نشان دادن وضع امروزی و اصلاح آن است، نه برای سرگرمی یک لحظه، نه که شما از نمایش برآیید و بعد همون فراموش کنید، یک خندید و فراموش کنید. حجم نگار دارید امروز؟ شما بازیگرانی حج رو دارید. خوب حج نگارانی خوب هستند، اما اینها نیز متاسفانه به بازار داده شدن. مثلا من در برابری نوردین نصرالدین تئاتر جوانان، گلبیبی رو من بغیر از آن کارهای بدی که در حجم کرده ایستادن، من بعضی کارهای جدی تئاتریشون هم میدونم. مثلا وقتی که مرگ دو تن رو بازی میکرد گلبیبی، یکی از نقش‌های اولش بود، نقش زنی رو بازی میکرد که همین در همین واقعه ها یک کودکش میگیره و یک کودکش دیگرش در این طرف دریا فراموش میکند میرود. بعد از اون طرف دریا میفهمد که کودک خودش در گهواره آمده است و وقتی که برمیگردد و میبیند که الکش کودکش مرده است و همون دیوانه میشود، با همون گهواره میگردد و سخن میگوید. من نمیدونم این یکی از چی میگن، یکی از کارهای شاهکارهای هنری بازیگری بود. و وقتی که امروز مثلا فحش میکنید و مثلا وای میکند گلبیبی، من این چیز قبول کردن نمیتوانم آخر. یا مثلا همون نوردین نصرالدین بعضی وایهای مذهبی بسیار بود. مثلا شادی صالح حجم بسیار شیرین دارد، بسیار نمکین دارد، بسیار زده های خوب میماند.
همین گونه حج نه در بازیگریش بلکه در اون منالوگ و اینترمدیا که می نویسد استاد نورالله عبداللهیف بسیار هست. اما امروز اینا جدی گرفتن در کار، اینا نظارت کردن در کار. من فکر میکنم که حالا هم این چیز ما پورا از دست ندادیم و بعضی اون قطیق کمپانی هایی که آمدن و این کارها رو کردن، مثلا امروز ببینید خودتون دیده است که بسیاری زیادشون علاقه کهنه شدن. مردم هم دیگر از همین فحش و از همین چیزها خسته شد، از همین چیزهای ساده، از همین چیزهای سبوک. چون ما باید حج نگاران جوان و امروز با میدان بیاریم. حتما که آنها با دیدی نو، با درکی نو. ببینید همون نسلی که ما مثلا میگویم اون کمپانی ها علاقه در خورد موضوع هاشون، بازیشون در خورد زمان ما نیست و در هنر بعضا هم خیلی میشود که یک مرگ، یک مثلا یا از بین رفتن یک مثلا رویه، یک اسلوب خیلی طولانی میشود، خیلی دردناک میشود، ولی به هر حال یک وای میورد مثلا تا آخر عمرشون همون نسل اولی هنرمندان ما از همون روحیه رمانتیزمشون مثلا وای نبودن، اوری نشدن، اصلا بیرون نرفتن، تا آخر همون تن گپ زدن های و مثلا در صحنه مثل هیکل ها ایستادن هایشون نرفت. این هم من فکر میکنم که یک چیزی موقتی است. یک وقت همین میدان خالی ماند، همین ها آمدن و من نمیگویم که به اثر گذشت، صورت اثری خوب و بعدش هم داشته باشد، اما این طوری که هست این خیلی حالو یا مثلا منم ببینید هم آچه بیکا و زیکا و این خیلی چیزها بسیار به وجود آمده. من مدانا بود یک وقت و مثلا هر یک چیز یک مدتی معین هست میگذارد. هرچند که همین حاضر گذشتن، همین سبک درک کردن و سبک نشان دادن حجم ما طولانی شده ایستاده است. اما باید همه ما باید کوشش کنیم. تئاتر یک چیزی هست که یک طرف نمیشه. اگر مثلا تئاتر به حال خودش مونید، اونها چی کاری که خواهند کردن میگیرن. تئاتر برای مردم است و وقتی که مردم میگوید که من این کار نمیخوام، قبول نمیکنم، اونها باید درک میکنند و بعد مثلا وای میکنند. هرچند که مثلا درباره حج ما بسیار گفتند و میگویند.